چاره‌بینی با شکوه گسیل نواسکران با اشتراک نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی، قسم‌های حربی، پدر و مادران نواسکران و راهبران کارخانه و تشکیلات شهر ترسونزاده در نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی دایر گردید. باید گفت که در این روز اول دعوت تیرماهی نواسکران در اینجا 100 نفر جوانان با ننگ و ناموس منطقه با خواهش خود حاضر گشتند. رهبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده، نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، مقامات حفظ حقوق، کمیسر حربی، سابقداران جنگ و مهنت و والدین دعوت شدگان در جامعه تنتنوی ضمن سخنرانی قید نمودند که امروز قواهای مسلح مملکت خیلی تشکل یافته از جهت تامینات مادی و تکنیکی، قدرت و مهارت حربی و انتظام هیئت شخصی نسبت به سالهای پیشین فرقیت زیادی دارد. ارتش ما امروز استقلالیت و تمام هستی تاجیکستان عزیزمان را سربلندانه حفظ می‌نماید و برای هر جوانمرد باعث افتخار است که همچون سرباز در صف ارتش قرض شهروندی و جوانمردی خود را ادا نماید. همه این دعوت شوندگان را امید دارم و دعا میکنیم که همیشه خدمت مادر وطن را صدقاً صافدلانه ادا نمایند. با برگشته بعد 2 سال و بحر پدر و مادر را برگشته بیان. همچنین با دعوت شوندگانی که تا امروز در مکتب‌های متحده تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع شهر ترسونزاده تحصیل کرده بودند، از جانب رهبرت شهر شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده شد. خدمت وطن مادر برای هر یک جوانمرد شرف است. همین شما نیز همسالان عزیز قرض وطن دوستی وطن را ادا نمایید. بعداً از جانب سربازان قسم‌های حربی واقع در شهر ترسونزاده بودند پرد حربی دایر گردید. در حقیقت خدمت کردن به وطن اصلاً خدمت کردن به پدر و مادر و برادران و خواهران است، زیرا وطن و ملت دو رکن مقدس است که بدون آنها هیچ فرد سری بلند و افتخار انسانی داشتن نمیتواند. امروز صدها نفر فرزندان با ننگ و ناموس شهر ترسونزاده در جزو تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت مادر وطن می‌نمایند. در قسمت فرهنگی چاره‌بینی ورزشگران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده برنامه‌های رنگین را پیشنهاد مهمانان و دعوت شوندگان نمودند. هنرمندان خانه فرهنگ شهر ترسونزاده برنامه کنسرتی را برای گسیل نواسکران نمایش دادند.